سلام خدمت شما دوستان عزیز و هنرمندم. دیگه باید شما رو هنرمند صدا کنیم دیگه. خب امیدوارم که از این آهنگایی که بهتون دادم استفاده کرده باشید. امیدوارم که برگه ها رو پرینت کرده باشید و سیمی کرده باشید که راحت دم دستتون باشه، هر وقت خواستید اجرا کنید نگاه کنید و اجرا بکنید. امروز یه ریتم 6 و 8 خفن قرار بهتون آموزش بدم و یه آهنگ از شادمهره که قطعا طرفدارای خودشو داره و آهنگی که معمولا بچه‌ها دوستش دارن. بدون حرف زیادی میریم سراغ آموزش ریتم 6 و 8 تقریبا شادمون. ریتم این صورته که دو ضرب اول ما از پایین به بالاست. 1 2 ضرب سوم میوت میشه و دوباره 4 1 2 3 4، یعنی 3 ضرب به سمت بالا داریم و 1 میوت. 1 2 3 4، هیچ ضربی به سمت پایین نداریم و برگشتی که داریم میزنیم رو فقط با شست بزنید. 1 2 3 4 1 2 3 4. خب استوب بزنید و یه مقدار این ریتم رو تمرین کنید تا من اجرای صحیحش رو به شما آموزش بدم. الان که آماده یادگیر این ریتم هستید، ریتم رو به این صورت بزنید و با من تکرار کنید. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. حتما این اعداد رو با من تکرار کنید. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. خب دوستان، به وقتهایی که من به شما میگم استوب بزنید و تمرین کنید، مطمئن باشید که حتما احتیاج این کار رو انجام بدید. ما حتی در کلاس حضوری هم حدود 10 دقیقه یه ریتم رو با هم تمرین میکنیم تا هنرجو تسلط پیدا بکنه روی اون ریتم تا بتونه اجراش بکنه. حالا شما استوب بزنید و این ریتم رو به صورت صحیح انجام بدید. هر وقت آماده بودید و تسلط کامل پیدا کردید، میتونید آهنگ رو با من همراه باشید. بریم سراغ اجرای آهنگ. یه نکته راجع به ریتم بهتون بگم، این ریتم رو هرچی سریعتر بزنید شادتر میشه آهنگ. به این صورت البته که ما توی این جلسه مقداری آرومتر میزنیم تا شما روی این ریتم و آهنگ مسلط باشید. شروع میکنیم آهنگ رو با هم. 1 2 3 4 1 2 3 4. صبح که تو چشمای تو خیره میشم، زندگی تازه شروع میشه برام. من از با تو بودن به خدا سرد نمیشم، تن تو آتیشه برام. تو این اتاق پیچیده بوی تن تو، بیا بازم منو تو آغوشت بگیر. دوست دارم وقتی که نزدیک منی، اسممو آروم توی گوشم بگی، اسممو آروم توی گوشم بگی. دست من نیست تو عزیز جونمی، خودت نمیدونی همه بود و نبودمی. دست من نیست ای عشق ستودنی، دست من نیست تو عزیز جونمی، خودت نمیدونی همه بود و نبودمی. دست من نیست ای عشق ستودنی. خب دوستان، آخر این ویدیو میخوام به شما یک آکورد باره آموزش بدم
که کم کم دستتون عادت بکنه به این آکورد و که بتونید در پکیج های بعدی ازش استفاده بکنید و حتی اگه تونستید بعد از اینکه مسلط شدید میتونید تمام آهنگ هایی که تا الان زدیم رو برگردید و با این آکورد های باره تمرینش بکنید. انگشت یکمون رو کامل باره میگیریم رو فرت یک، یعنی تمام سیم های یک، یعنی تمام سیم های فرت یک رو میگیریم با هم طوری که همه به صدا در بیاد. بله میدونم خیلی سخته چون بار اولتونه ولی تلاشتون رو بکنید. انگشت دوم میاد رو سیم سوم فرت بعدی. انگشت سوم میاد رو سیم پنجم فرت 3 و انگشت 4 تو همون فرت یه سیم پایین‌تر رو میگیره. به این صورت دوستان عزیزم توجه کنید که انگشتاتون به این صورت نشه. دیدید؟ باید سر بند خودش انگشت‌ها شکسته باشه، به این صورت صاف نشه. این آکوردی که گرفتیم همون آکورد فا ماژوریه که قبلا میگرفتیم. این آکورد به صورت باره. این آکورد سردست بود F. این آکورد به صورت باره که تمام سیم ها رو میگیریم. یه بار دیگه براتون میگم. انگشت یک تمام فرت اول رو میگیره، انگشت دو رو سیم سوم، انگشت 3 سیم 5 و انگشت 4 یه سیم پایین‌تر آکورد فا ماژور. شما این رو تمرین کنید تا جلسه آینده. تمرینتون فقط این باشه که تمام سیم ها به این صورت صدا بده. خب دوستان عزیزم تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.